بس دیگه دزدی بابا. کلمه راجع به این که از سال 97 تا الان 130 میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته صحبت نکرد. اصلا درکی ازش ندارن، از این عدد 99%شون ها. یعنی شما مدعین که 130 میلیارد دلار؟ من مدعی نیستم، این آمار رسمیه. اگه شما به من بگید من مدعیم، معنیش اینه که من خیلی حرف بی ربطی میزنم. من که بر اساس آمار رسمی میگین؟ بله آقا، من که متر نکردم که. 130 میلیارد دلار ما خروج کالای. وقت جالبه بدونید نسبت به قیمت مسبب گمرک 130 میلیارد دلار صادرات داریم که خود اون شاید 40 میلیارد 50 میلیارد دلار ارزان نمایی کرد. میدونید آندرین وایس میکنن دیگه، قیمت 100 تومانی میزنن 80 تومان تو صادرات. برای چی؟ برای اینکه 20 دلارشو بیرون بتونن نگه دارن، بانک مرکزی نگه رفع تعهد ارزی نکردی تو. بنابراین بگو 200 میلیارد دلار. آقا مگه یه اقتصاد چقدر تولید میکنه مثل ایران که تو 200 میلیارد دلارشو تو 7 سال میخوای فقط تو این تیکه بدوزی؟